بسم الله الرحمن الرحیم. بنامی الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامه، قسم میخورم بر روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و قسم میخورم به نفسی ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه، میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر، روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر، و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر، و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان در آن روز میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر، هرگز پناهگاه نیست. الى ربک یومئذ المستقر، قرارگاه همه در این روز نزد پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، در این روز آدمی را از هر چی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر میدهند. بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه آدمی خود را نیک میشناسد ولو القا معاذیره، هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. إن علينا جمعه وقرآنه، که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم إن علينا بيانه، سپس بیانی آن بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجله، آره، شما این جهان زودگذر را دوست می‌دارید وتذرون الآخرة، و آخرت را ترک میکنید. وجوه يومئذ ناظرة، در آن روز روی‌های هست زیبا و درخشان إلى ربها ناظرة، که به سوی پروردگارشان نظر میکنند. ووجوه يومئذ باسرة، و روی‌های هست گرفته و ترش تظن أن يفعل بها فاقرة، کی میداند آن عذابی کمر شکن بر او فرود آید. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، آره، چون جان به گلو رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند وظن أنه الفراق، و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق،
و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روزی راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى و آنها را دو صنف کرد، نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟